بازیگر فیلم‌های پورن رکوردی عجیب در کتاب گینس ثبت کرد. لیزا اسپارکس متولد 6 اکتبر 1977 در کنتاکی آمریکا است. لیزا اسپارکس با شرکت در مسابقات گنگبنگ ورشو لهستان رکورد عجیبی را ثبت کرد. او در مدت زمان 12 ساعت با 919 مرد رابطه جنسی برقرار کرد، به طوری که در هر 45 ثانیه با یک مرد رابطه داشته است. دو زن دیگر نیز در این مسابقه شرکت می‌کردند که یکی از این زنها رکورددار قبلی این مسابقه بازیگر فیلم‌های بزرگسال لهستانی به نام ماریان ناروکیتا است. او با 759 مرد رابطه داشته است. لیزا اسپارکس سالها بعد در وبسایت خود به خاطر شرکت در این مسابقه اظهار پشیمانی کرد و گفت فقط به خاطر پول حاضر به شرکت در این مسابقه شده است. ممنون که تا آخرین ویدیو با من بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. اگر نظری یا انتقادی از ویدیوها دارین لطفاً تو کامنت ها برام بنویسید.